شخص با خواهر خودش عشق ورزی کند، ما وقتی میفهمانیم میگوید که حضرت آدم با همراهی مام حوا یا فرزنداشون با همدیگر بودند، صاحب این قدر فرزند شدند، خلاص میگویند که گناه نیست. برادرای عزیز و گرامی، راستی من همین سوال خواندم که وقتی که یک نفر با خواهر خودش عشق ورزی میکنه و میگوید که فرزندای حضرت آدم اینش نکاح کرده گرفتن کو. برادرای عزیز و گرامی، فرزندای حضرت آدم که اولین فرزندهای بودند در روی عالم و این با فرمان الله مهربان بود که برای روی دنیا را از مردم پر کند و حتی قدرت های الهی را دیدیم که از یک شکم چند فرزند تولد می شد. او دوره را به این زمانی که امروز قرآن هست و الله مهربان از گرفتن خواهر و اپه و مادر و عمه و خاله و دیگر نزدیکانی که ما داریم، الله ما را منع کرده است که اینها قطعی مقصد عشق ورزی و اینها را در نکاح خودتان در آوردن. برای همین همان خدایی که همان اللهی که در او زمان اونها را اجازت داد، در این زمان ما را منع کرده گیه. برای همین این دلیل حجت ها را نیارین و با نزدیکای خودتان این کارها را نکنین که این بسیار یک جرمی بزرگ است، این بسیار یک معصیت کلان است. ولی امروز ها بینین در رسانه ها و در تلویزیون ها و در مجله ها و در هر جا خبرها و چیزها را میشنویم که پدرها با دخترهای خودشان، برادرها مقصد با خواهرهای خودشان، برادرها با ینگه های خودشان، بینین با نبیره های خودشان وقتی نزدیکی میکنن، این یک دهشت های برادر عزیز، این یک بدبختی های. برای همین این حجت نیارین، شما حجت از قرآن بیارین که ما را در قرآن الله مهربان منع کردگی است که هیچگاه مقصد حتی بینین وقتی که یک زن میگیری، یک زنی بیگانه را میگیری، در یک نکاح خواهری او را در آوردن اجازت نیست. کجا گپ در سری خواهری خودت میرود؟ یعنی از یک عائله مقصد اپه و خواهر در یک نکاح در آوردنش حرامه. وقتی اونها که با بیگانه، وقتی اونها حرام باشد، خواهری خودت در نکاح در آوردن یا اپه خودت قطعی نکاح کرده و عشق ورزی کردن، اینها برادر عزیز حرام هستند. یا را به دین، اینها را به اجازت الله ربط نتین.